آرزوی من این است که هیچ جوان ما نداشته باشیم که تا پیشانی خود طرف افغان خود ترش کنه. خیلی دردآور است کسی که مسافرت کرده باشه باز در داخل وطن جوان خود بخیزه در روش استاد شد. ما 7 سال مسافرت کردیم، اینقدر درد وطن دیدیم که هیچ اندازه نداره. امروز اگر جوان از این وطن سر ما لغت کنه به خدا سرش بالا سر کنه. آرزوی من این است که همه جوانات در داخل خودشان وقتی که خودشان قدر یکی دیگر بدانند. درست است وقتی که چیزی که نعمتی که دست ما رفت ما وقتی قدرش بفهمیم هیچ فایده نداره، هیچ فایده نداره. قدر نعمت تا وقتی باید دانست که در پیشت است. که ما در جایی بودم مسافر بودم مهاجر بودم، جوان خودم را میدیدم که وقتی کراچی در دستش است و یک نفر که من نمیگم در کجا بودم که شاید اگر در این جمعه بود کدش درست صحبت هم نمیکرد و در اوج سرش پدکه میکنه و بسیار زجر و تحقیر سرش همون کار خدا میکنه، یک پیسه ناچیز هم میتبرش و اگر شما نان از اینا را، لباس از اینا را، جای خواب از اینا را ببینین بسیار تاسفبار است، بسیار تاسفبار است. و قدر یک هموطن در ملک خارج برادر فهمیده میشه نه داخل وطن.